دوستان به کانال پدر پسر خیلی خوش اومدید. کانال پدر پسر خوش اومدید. همیشه اشتباه میگی، غلط میگی، بعد میندازی گردن من. ما این همه ویدیو گذاشتیم. خیلی شو به من ببخشید. آقا ویدیو داریم. چه ویدیویی؟ ویدیو پارت 2 چیپس. بهترین چیپس ها رو براتون پارت قبلی گرفتیم که دیدید. دمتون گرم، خیلی حمایت کردن، لایک کردن و کامنت گذاشتن. این ویدیو رو هم حتما لایک کن، کامنت بکن، سابسکرایب بکن، کامنت انگلیسی هم بذار که حسابتون نریزه، یوتیوب بات شناساییتون نکنه. ما اینجا 8 چیپس داریم، 8 طعم متفاوت که هر کدوم 2 به 2 با هم دیگه میجنگن و از این دوتا بعد یک کدومشون برنده بشه، بعد میره تو 4 تا، بعد اون 4 تا میشه دوتایی و میشه فینال. پس ما یه فینال چیپس بازی داریم امروز. ببین این سری میخواستم قارچ خامه واسهتون پیدا کنم، قارچ خامه نبود. ببین چیپس تنوعش زیاده. حالا اگه این سری ویدیو رو دوست دارید حتما حمایت بکنید. بیا ما پارت بعدی واسهتون بذارم که ببین رفتی مغازه سردرگم نشی. دیگه آقا این چیپس رو به در نظر گفت خفنه. اولین چیپس قیمتش چنده؟ چیپس مزمز تند و آتشین. همشون مزمزه؟ نه من آره دیگه نه خیر چیتوز هم هست. نه مزمز یه دونه چیتوز داریم، 2 تا چیتوز داریم، 2 تا دونه چیتوز داریم. این چیپس مزمز مزمزه تند و آتشین چند؟ 18 تومن. اینم 18 تومن. ولی این ماست و ریحونه، این خودش ماسته. خب میریم سراغ این که بازش کن کامل ماستمون رو آنباکس کنیم. ولی این قسمت رو حتما باید میگیری. اون قسمت نشون میده که شما خیلی آدم باحالی هست. آقا چیه که شکمو نباشه؟ منم شکمو هم دیگه. همه شکمو داشت. من خودم شکمو هم 150 کیلو هم وزنم. افتخارم میکنم. به چی افتخار میکنی؟ به این که شکمو. حاجی این واقعا رنگ رخساره نشان میدهد سر درون. حاجی پشمام چی گفتم؟ سعدی باشه؟ کی گفته اینو؟ رنگ رخساره چی؟ نشان میدهد سر درون. درست گفتم دیگه. رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. سر ضمیر چیه؟ سر درونه. آقا ماست موسیقی من این باشه رو این همه کتاب خوندم داره به من میگه که تو بلد نیستی. بخوام از من بهتون کتابم معرفی کنم. کتابم بخونید. راحت باز کن. آروم باش. زهر ما. خب آقا حاجی اصلا روخو ببین. رنگ سجاد. آقا سجاد میطلبه به یه ویدیو گرفتن. آقا یکی از رفیقای بابا توی محل کارش اسمش سجاد قرخان فامیلیش بنده خدا. بعد اینکه کار عکاسی خیلی حرفه‌ای خفن قشنگ و یوتیوب هم داره. حاجی گرمه. آره اونو باز کن. بذار تا بابا باز میکنه. من فقط سرت نخوره به این. اون بره من این بره. چخ بریا. آره بنده خدا کار یوتیوب داره. حتما کانالش اون توی دیسکریپشن میذارم با لینک ویدیو قبلی. برید هم کانالش سابسکرایب بکنید. ویدیوش کوالیتی خفن. یه کلاب هم باش بریم. آقا سجاد خیلی چاکری. بزن چیپسو بزن. اول من اینو خالی میخوری؟ آنباکسش کنم. اول من خالی بخوریم. بذار بعد اینو کوچیک بردارم. آقا بزنیم هم دیگه. بزن. آها بیا. تونی نه خیر تونده. به خدا تونی. من همیشه سر تونی بابا مشکل دارم. تونده آقا. الان تو شما یه دونه‌شو خوردی. بذار حالا بزنم تو ماست. مزه سوسیس تنوری میده. ولی تونی. عجب سوسیسیه. همش گوشته. آقا خب اونو بزن. حاجی تونده خداییش. نه آقا اصلا تو نیست بابا. الکی کلا همه چیو میگی تونده. من نمیفهمم. من به سن و سال توی نکبت بودم. این واسه تون نبود. خب زهر ما.
الان خب بالاخره آدمیزاد تغییر میکنه ذائقه‌اش دیگه. الان این واسه من تنده. اگر بخوام انتخاب بکنم حاضر اینم بخور. آقا این چیه؟ ماست و ریحون. اینو قیمتش رو نگفتی. گفتم 18 تومن. تیکای ریحون هم داخلش هست. حاجی مزه خاصی نداره. مزه ریحون مونده میده. بذار با ماست بخوریم. خودش ماست داده اینا. ماست و ریحون نیستم. انتخابت. چرا؟ اگه من بخوام ماست و ریحونو مثلا بیام با ساده مقایسه بکنم میگم ماست و ریحون. نه الان بین این دوتا بین این دوتا این. آره منم فلفلی هم حاجی. فلفلی خیلی قدره. خب فلفلی رو ببر برای مرحله بعد. چیلی داریم. چیلی مزه چیپس. چیلی بذار ببینم ترکیباتش چیه. و پنیر دودی قیمت اینم 18 تومن. ببین نوشته چیپس چیلی. این چیپس با استفاده از پیشرفته ترین فناوری های تولید چیپس در جهان و نیز خوش. حاجی چه سوتی دادم. بخواستم ونیز رو بخونم ونیز. خب خیال کردم طعم ونیزیه. سوتی دادم رفت. آیا این چی ولش کن. اینو بو کن. دود میده. چه خوبه. این به درد پنجشنبه شب و خیلی خوبه. حالا باید طعمش هم ببینیم. یاد برنج دودی افتادم. آقا اون 18 تومن اینم 18 تومن چیلی. خیلی حاجی این خیلی خوشگله. بس حالا دودی نگرفته بودی. نه نگرفته. خاک بر سرت. آقا یوتیوب this is my father. آقا نزن میزنی. من بابای اینم. دیگه حق دارم یه پسی بزنم دیگه. نه حاجی این چیلیه از اون کم رنگ تره. آخه مگه میشه. حالا یه دونه چیلی میخوریم. خب یه دونه چیلی بخوریم. ترده. تونی شیرینه. آره دیگه شکر داره دیگه. چیلی تنده از من. بابا چیلی برخلاف اسمش شکر داره. حالا این تو با من بحث کن. وقتی اینجا نوشته تنده آتشی معلومه تنده آتشی باید فلفل داشته باشه دیگه. من هیچ حرفی ندارم. میزنم تو ماست. بزنیم تو ماست. وایسه سلامتی بابا همه رو میخوری. با ماستش حال نمیده. بریم سراغ دودی. نوشته فقط دودی. آره این دودیه. من دودی هستم. آقا من دودی هستم. یاد برنج دودی میفتی که قرمه سبزی هم درست بکنی بعد با برنج دودی بزنی. حالت خرابه. چیه اینو؟ کی میخوره؟ حرف مف نزن بابا. بابا ماست حاجی خیلی. نه من دودی هستم. انگار پنچه‌دار رو گذاشتی ترش شده بعد گذاشتی توی زغال بعد با ماست. خیلی گوهه. آقا من دارم گوه میخورم مگه؟ آقا طعم اینو با این دارم میگه. عجب آدمیه. من اینو بین این دوتا من اینم. سنگ کاغذ چی میگی؟ یه بار میدونی سنگ کاغذ قیچی تموم شد. آقا دودی رفت من. خب چیپس ماست و موسی. خب این که ماست موسیه که رفت میگرفتی با هم رفت میگرفتی. الان چیزی نکن خودت برداشتی. چیپس فلفلی چیتوز اون ماست موسی قیمت 15 تومن.
18 تومن. چیتوز ارزون‌تره. از چه بینم باز نمیشه. بده من بابا، بده من. قدرت پاسا. این چرا رنگ نداره؟ این مگه فلفلی نیستش؟ الان میخوری میفهمی. خب کامل بازش کن. این سرکه میده که. بازش کن. سرکه فلفلیه. سرکه فلفلی. خدایی سرکه فلفلی هم درست بکنید ببینیم چه طعمی میشه آقای چیپسی. خب از کدوم ها میریم؟ اول فلفلی میریم. روش بره دونه‌های فلفله بزن. چقدر تنده. چرا چیپس فلفلی درست میکنی؟ تند درست نمی؟ آقا فلفل تنده. گلو رو میسوزونه. گلو رو من نوک زبونم نسوخته هنوز. با ماست ببینم. اما خداییش چیپس و ماست خیلی ترکیب خوبیه. با ماست حال میده. این چیه؟ این خودش ماست موسیه. این ماست موسیره؟ حاجی طعمش واقعا با ماست موسی فرق نمیکنه. ساده است. واقعا با ماست موسی فرق نمیکنه طعمش. چیپس گیر کرد توی ماست. نه ببینیم این میشه گزینه. این گزینه‌ای که پول نداری دل چیپس و ماسموسیر میخوای میری چیپس ماسموسیر میگیری. آقا چیپس رو بخر ماست هم بخر، اما بین این دوتا دلتون نخواد چیپس فلفلیه خوشمزه تره. آره منم چیپس فلفلیه رو خدایی هستم. دلتون بخواد دلتون بخرید بخورید بابا. زندگی کنید اشغالتون رو بکنید. شده با چیپس و ماست هم شده اشغال بکنید. حالش رو ببرید. فلفلی رفت مرحله بعد. چیپس دلمزه گلشستی. این از اون طعمای نوستالژیه. ببین یه چیز ترکیب بهت میگم. سس سفید، کالباس، خیارشور، گوجه، نون باگت، این چیپس. آره میچسبه. وای آب تو شورت. قیمتش هم 52 تومن. از همه چیپس ها گرون‌تره. آره از همه چی. خب چون گنده تر هم از خود. هم گنده تره، همین که بسته بندی به نظر من همون 1060ه. جالبه. چرا؟ این هم 18 تومن. آقا این چیپس میگن خیلی خوشمزه است ولی من تا حالا امتحان نکردم. چیپس پنیر ناچوسه. ناچوس؟ آره میگه ناچوس. کو ناچوس؟ آقا ناچوسه. چرا چرت؟ ناچو اصلش ناچوسه. آقا داره چرت پرت میگه. پنیر ناچوس. پنیری که ما همیشه صبحونه میخوریم. نه خیلی پنیر صبح کی پنیر ناچوس میخوریم. با بربری. حاجی اینو درستش کن دیگه. این چیپس نمیدونیم. بعد میدونیم ما چیکار میکنیم؟ آخر سر همه این چیپس ها رو میریزیم توی یه دونه ظرف، قاطی میکنیم میزنیم به بدن. فیلم میبینیم اشغال میکنیم. اصلا یه چیز خفنی میشه. چرا بازش نکردین مثلا؟ نه این خب زیاده حاجی، خیلی چیز میشه. خب اول میریم سراغ این چی بود؟ فلفلی و فلفل سیاه. نه با ماست نخور. من دیونه این چیپسم. طعم خوبی داره. دقیق داری خوندنی؟ نمکش یه مقداری به نظر من بالاست اما با ماست متعادل میشه. خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. خب این چیه؟ این ناچوه.
اون ناچو که پنیرش ما میزنیم. اوه اوه اینجا خوشمزه است. چرا ما پنیر پیتزایی نگرفتیم؟ پنیر پیتزایی؟ میگم پنیر پیتزایی سیک دادم. نداشت پیتزایی. پنیر پیتزایی میگم خدایا چی میگی؟ پنیر پیتزایی تو ویدیو چیپس؟ پنیر پیتزایی خیلی خوشمزه بود. ماما سالیه حاجی من از جفتش خوشم اومد. وای تا خیلی سخته. نه حال میده، با پنیرم حال میده. حاجی اینا رو واقعا میشه باشون کالباس چیز کرد. اینو حاجی بزنی کالباس. حاجی خیلی انتخاب سخته. من میگم که چه غلطی بکنیم؟ 1 2 3 میگم انتخاب میکنم. سنگ آغاز خیلی چی میگم؟ نه بابا اول انتخاب بکن ببینیم کی کدوم انتخاب میکنه. سنگ آغاز خیلی چی بکنی کدوم رو برداری. چی میگی؟ شیشه زده امروز چرا سوتی میگی؟ من نبودم یه زیادی بکنم. نه بابا خدا شفا قرار تا صورتمو تراشیدم. سنگ آغاز خیلی چی بکنم؟ تا نه بابا 1 انتخاب کن تو ذهنت. 1 هر کدوم از اینا رو. یعنی چی 1؟ دارم تا 3 میشمارم که انتخاب بکنی اعلام بکنی بابا. 1 2 تا چرا انگشت تو بردی بالا؟ خب من چرا نمی‌کنی تو؟ مگه نمیگی 1؟ آجی من یه ساعت رفتم بیرون شیشه کشیدی. الان خب 1 2 واسه چیه؟ آقا من دارم میشمارم تا 3 اعلام بکنیم کدوم خوشمزه تره کدوم انتخاب میکنی. خب آها 1 2 3 خاک بر سرت. فلفلی خیلی خوشمزه است. خب پس سنگ کاغذ چی یه میگی؟ دونه سنگ کاغذ چی؟ آقا فلفل سیاه رفت مرحله بعدی. خب فلفل سیاه نگه دار. اما خودت هم میدونی که این چیپسه خوشمزه خوشمزه است. چیپس ناچو خوشمزه است نیست در برابر این گوته. خب گوت یعنی بهترینه. آقا اون چیپس ها رو باید بیاری. این چرا میخوری؟ یه دونه اون چیپس ها رو بیار بالا. خدایی خوشمزه است. خیلی خوشمزه بود ولی این یه چیزی هست. این چیه؟ ماستاریون بود؟ نه اون چیزه دودی قطعا تو میگی دودی نه دیگه. حاجی خیلی خوشمزه تره خدایی. آقا این ببین کوالیتیو نگاه کن. آقا اونو بشکن. خداییش اونو بشکنش. چیه بشکن؟ اونو خب اینو گوش کن. چه چیپسی داره میگن چیپس خوب. دودی رفتی. من دودی دوست ندارم حاجی. خیلی مزخرفه. فلفل سیاه اینجوری. اما من دودی ها هستم. خداست این چیپس. خداست این چیپس اینجوریه. ماستو بکنی توش مثل آدم ماست بخور دیگه. کل ماست خوردی. خداست. صبر کن. تو چیپس خالی نمیخوری. بذار یه چیزی بهت بگم. بین این دوتا که با ماست بخوای بخوری کدوم حال میده؟ من از طعم دودی خوشم اومد. این فلفلی هم خوشم. خوشمزه از فلفلی. همش فلفله. آقا 1 2 3 میگم انتخاب میکنیم. 1 2 3 فلفل سیاه رفت بالا. فلفل سیاه رفت بالا. 2 تا چیپس بعدی فلفلی. اونم چیه؟ بیار. اونم این فلفل آتشینه. اونم بیار.
یه دونه چیپس آورده تا اون فلفلیه چیتوز، این فلفلی آتشین مزمزه که جفتشونم مورچه رو نمیسوزونه. کدوم اول بگی؟ آروم باش. آخه رنگ و نگاه حاجی، این برای دافوازی تو مهمونی گردان حالیونه. خداییش تونده. من اینه نمیتونم خالی بخورم. نمیتونم خالی بخورم. اصلا این چیو خالی نمیخورم. خب من اینو امتحان من میگم این. یه چیزی بهت میگم، این فلفلش نزدیک فلفل سیاه، خب ولی فلفلی نیست که من میخوام برم بگیرم. من 100% بین این و اونو میگیرم، ولی این یه حالت تنوری و یه طعم خاصی داره، خیلی خوشمزه تره. آره این انتخاب من شد، این بهتره. آره نظرم عوض شد. این هم رنگش خیلی خوشگل‌تره، سکسیه. حالا من نمیخواستم بگم این اولاغه نمیخوام او بیشور حیا نمیکنه. این رنگش قشنگه، همینی که این خنگ گفت. خب یک طعمش هم خوبه. این انتخاب دیگه، یک دو سه چیه آقا؟ خاک برسه رفت انتخاب یکیه دیگه چرا؟ خوب حالا فینال. این انتخاب سختیه حاجی. ترد بودنش خیلی تاثیر داره، میدونی؟ ببین چیپس ده شصیه دیگه، ده شصیه دقیقا چیپس های سنتی همینجوری توی کیسه میریزن. آخ اونایی که توی کیسه میریزن روغنش میکشی. اصلا میدونم برنده کیه. نه خداییش اینم خوشمزه است. راست میگه نمیدونم. خداییش اینم خوشمزه. آدم نباید الکی حرف بزنه. من از طعم این بیشتر خوشم اومد. این طعم فلفل قرمز داره. اما این لعنتی هم خوشمزه. اونجایی که من آشپزیم خوبه و بابام آشپزیش خوبه، من یه سری طعما رو آنالیز میکنم. قبول داری یا نه؟ این فلفل قرمز داره که خوشمزه است، ولی این 20 صاحب فلفل سیاهه حاجی همه اینا با کالباس و خیارشور و گوجه. نه کالباس، گوجه، خیارشور، ماست موسیر، نون نمیخواد. اون سفیده است تلخه آب گندیده. خاک بر سرت بیشور. با یه پیک تلخیمه داری همه این چیپس ها رو اشغال میکنی. ما اصلا دنبال زکریای رازی نمیریم. من عاشق زکریای ناراضیم. خب آقا تایم ویدیو داره زیاد میشه. انتخابتو بکن. 1 2 3 فلفل سیاه. من میگم این. سنگ کاغذ. یه بار سنگ کاغذ قیچی. تموم شد. بابا تموم شد. سلطان منم. بلا شک نیست. چیپس بعدی واسهتون انتخاب نکردم عزیزان. اسمش چی بود؟ چیپس مزمز تند آتشین. مزمز تند آتشین شد. چیپس مزمز تند آتشین عزیزان. رنگ زیبا، طعم عالی و خوشمزه. نه پارت دوم. این پارت هم بهتر کنید، حمایت بکنید. پارت سوم با چیپس توردیلا، چیپس ذرتی میاد. اگه خوشت اومد حتما لایک کن، سابسکرایب کن، کامنت انگلیسی بذار که ثابت نپره. ما رو حمایت کن، به دوستات معرفی کن. سابسکرایب ساب اسکرایب بکن. بابا سابسکرایب کنید. باز گفتم بابا برم کن. سابسکرایب آقا ما فارسی اون چه ایرادی داره که باید بگی سابسکرایب. این آقا خودش به واتساپ میگه واتساپ. نگو یو برم. سابسکرایب کنید تا یه ویدیوی دیگه.
آقا خدافظی کنیم. خیلی چاکرم، دوستتون دارم زیاد، به مدت مدید.